جنگ طولانی در سوریه نه تنها هزاران نفر را کشته و بی‌خانمان کرد، بلکه بسیاری از مکان و آثار باستانی در سراسر کشور را از بین برد. اکثرا مکان‌های قدیمی در شمال و شرق سوریه در سالهای اول جنگ آسیب دید که سال 2011 آغاز یافت. در این دوره بی سر و سامانه گروه‌های زیادی مسلح هستند. مکان‌های زیادی حفریاتی در این دوره آسیب دیدند. بعضیشان ارزش‌های مهمی تاریخی دارند. بعضی از اشیای گرانبهای تاریخی را از آثارخانه‌ها دزدیده فروختند. از اول همین سال ما 139 اشیای قدیمه، 543 تنگه‌های باستانی دزدیده شده را از دست 62 نفر گرفتیم. و تقریباً 543 یک تحقیق تازه نشان داده است که از زمان آغاز جنگ در سوریه 40,000 اشیای قدیمی را از این کشور به تاراج بردند. سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی خواستار محافظت آثار فرهنگی سوریه هستند. بعضی از سازمان‌های محلی در شمال و شرق سوریه خودشان می‌کوشند مکان‌های باستانی را محافظت و برقرار کنند. با نظارت اداره باستانشناسی ما توانستیم مکان تاریخی در نزدیکی روستای تل بیدر را برقرار کنیم. کارشناسان میگویند اگر صلح پایدار و راه حل سیاسی مناقشه پیدا نشود، آثار گرانبهای سوریه باستانی همچنان در خطر خواهد بود.